سلام خدمت یکایک دوستان بتریت. چند وقت پیش یکی از بچه‌ها یک مپی درست کرده به اسم امارت گلزیلاج، بهترین امارت دنیا. گفتم شما محروم نشین، براتون بذارم اینو ببینیدش. اگه که دوست داشتید برای گلزیلاج کبیر بازم از این مپ‌ها درست بکنه کسی درست بکنید، بعد بنویسید برای من تو کامنت ها که یه همچین چیزی درست کردید که بعد یک ویدیوی اینطوری جمعکی هم بگیریم از همشون و بعد بذاریم دیگه براتون. البته بگم من این ویدیو رو نمیخواستم بذارم اول به علت صدای زیاد چرخ گوشت. آخه چرا توی خونتون گوشت چرخ میکنید؟ مگه قصابی که گوشت میخرید گوشت چرخ نمیکنن؟ ولی خواهد دیگه دلم نیومد این ویدیو رو نذارم، ولی کلا سعی کنید تو خونتون گوشت چرخ نکنید. الان بریم با هم دیگه امارت گلزیلاج رو ببینیم. اینجا نوشته گلزی. آخه اینجا چی نوشتی؟ نوشتی گلزیلاج. گلزیلاج نوشتی. گه نداشت. خب آخه اینم واو نداره که گلزیلاج نیست که گلزیلاجه، واو نداره. گلزیلاج سابسکرایب بیت ها همیشه تنز گلزیلاج حلقه میشه گلزیلاج بعد واوش پاک کن. اینجا مثلا چیه؟ اینجا مثلا استخرتونه که بعد از درآمد یوتیوب به دستش آوردین. خونه اصلیتون هم این بالاه بفرمایید. خونه خودتونه. باشه بفرمایید خواهش میکنم. شما بفرمایید. من جلو میرم زشت نباشه. بفرمایید. اینجا میز نمیتونم بگم، اینجا میز آبشنگولیه. بی ادب. این توی چه خبره؟ بذار ببینم کانالای کولرش خوب کار شده. بله اینجا هوا میاد. بله طبقه پایین چیاتون هستن؟ طبقه پایین اونجاییه که یوتیوب مثلا کار میکنه. این ربات ها محافظن که اگه بازی رو استارت کنی میان، ولی با شما اگه بازی رو استارت کنی شما از تو آسمون اسمام میشید. یعنی الان بازیه یا نه فقط همینطوری؟ این بازیه، بازی رو استارت کنم دیگه اونطوری میشه. خب استارت کن. بریم پایین واسه محل کارتون. استارت کنم؟ خب بریم اول به من نشون بدید. اول بریم محل کارتون بعدش میشه. بله محل کار من. بفرمایید. اینجا کامپیوترهای ادیت و انیمیشن سازیه. بله این بیشتر شبیه اینه که زیردریایی یا هواپیما بگیرم رادار رو. اینم فیلم برداری با مهسا. متاسفانه جیمبو رو نتونستم بذارم. بله. به خاطر همین دوتا. اینجا چیزه. اینجا مهسایی کدوم جای منه؟ این جای منه. جای شما روبرو همین تلویزیونه هستی صندلی باله. جا مهسایی یکیه. اونجا نشه فیلم برداری با مهسا. چرا؟ خب بخش‌های اینجا چی میشه؟ یوتیوب در این اتاق است. اوه عجب درآمدی دارم. درآمدم پشت شتر داره. حالا دستران هم بریم فقط ببینیم چه جوریه. آره دستران هم بریم فقط ببینیم چه جوریه. بریم. اون الان جریانش چی بود؟ اون بازی داشت؟ اونجا دیگه خونه شماه. 2 روز وقت گذاشتم که مثلا دیوارش تو چیزا بزنم که مثلا بعد از اینکه به 100 تا سابسکرایبر برسیم خیلی خونه امارت دیگه عالی. خب بریم داخل. این دستران هم خیلی هم طرفدار داره ویدیوهاش. بریم داخلش. این الان نسخه آزمایشی ها چون میبینیم با چوبه واسه نسخه. سلام در هر مرحله یک راحت که اگر نتونستید از آن بریم. اینو واسه شما نوشتم. اینجا مثلا دسترانه دیگه از اینا میدید. من خودم این مرحله رو نمیتونم برم. بیاین از راهش بریم. این برای مستقیم برم چی میشه؟ این از اینا بپرین. از روی مردم. از روی اینا بپرین. اینا خیلی طرفدار دارن. مثلا بخوای یه چالشو برین دیدین که از این ور گلزیلاج از این ور. حالا از اون در برو. از اون در سم داشت. از اون در برو. اون در کنارت. ما اونو که ندید خب بیاین پای سر من بیاین. شما پای سر من بیاین. بله این دستانه دیگه اینجوریه. آخ مردم. اینا خیلی ویدیوهاشون طرفدار دارن.
بابا اون راهه داریم برمیگردیم. من برگشتم. آره تو بیاین رو چیزا بذار من بیام سمت راهه. الان دستران آزمایشیه. از این ور من اینجا. آره گذار جان. این دیگه این راه مال راه قبلیه دیگه. یعنی باید از اینجا بریم. شما که اونو نمی‌تونید. نه من میتونم. چرا نمیتونم؟ من میرم. آخ چرا مردم؟ میخوای شما پشت سر من بیاین؟ گزیلاچ. اینجا چی نوشته؟ اینجا نوشته یک راه. این یک آها بعد از این استفاده کرد. مردی که. بلد نیستی دیگه زحمت یاد بدم. سلام. ای آخر مردم. بذار من میتونم. ای بابا چرا مردم آخه؟ بابا راه بیا. من بعد از همینجا بیام. راه بیا. من حتما بعد از همینجا بیام. ای خدا. برو اومدم. خب اینجا میدونی چجوریه؟ اینجا اینجوریه. بعد از اینا رو بزنید بریم بالا. دو تا هم با بزنید. من خودم نمیتونم این مرحله رو برم. بعد ناکنی منو ببینید. این راهو میزنید، اینو میزنید، ناکنی اینو میزنید میریم بالا. بعد دو تا هم بزنید پشت سر هم. نمیتونم. بعدی ببینید. خب میخوای یه راه از راه بریم؟ خب بیاین از اینجا بریم. خب از اینجا نرو، اینجا خیلی سخته. از اینجا نرو. بذار من یه راه واسط باز کنم. من خودم از اینجا بریم میریم. این مواظب باشه پشت نداره اینجا. واقعا نفتی؟ خب بذار منم بیام بهت برسم. من مردم. تو برو، تو همونو برو. دوباره از همون هانتینگ هست. دوباره باید از همونجا روش بریم. این بود از امارت گلزیلاچ. به چه قشنگی. تا گلزیلاچ میکری دیگه. برید بر خودتون بچرخید. ایول حواسش نیست. الان میزنمش. تو یه بیلدر نوب عوضی بگو بینم. تو داری مگه مرضی که هی میبیلدی و هی میری بالا. داری پلی میدی یا رفتی خاطی معمار آخه مهندس. مگه اینجا راه و ساختمانی که میکنی اینطوری مساله ها رو هم یاده. بیا پایین. آره بیا نوب سگ. بیا از پام کی بقیتی بزن توی رک. بیا پایین. اگه اون بالا نمیری بیا بینم. میتونی پایینم ویکتوری بگیری. بیا اگه بیا خوبت شد. پینگم روی 150 بود. پکت لاسم 16. اگه نمیزدمت. نوب ها همیشه مینالند.